بار دیگر درود هموطنان عزیز. گفتم که هر وقت و هر ساعت هر مینوت و هر لحظه هر فرصت پیدا میشه و کوشش میکنیم و کمی برای شما بگیم که صحبت کنیم و فکر نظر خودمون بگیم. مقصد از این سخن برآمدهای من یعنی چیزی فکر خدمت در کلای شما وابسته و بار کردن نیست. مرد یا لسک، مرد یا نامرد، یگت یا که گفتی همون گپو چارت، یعنی در این مسئله میخوام کمتر صحبت کنم. بسیار وقتتون نمیگیرم، کمی فکر نظر ما میکنم. همه شما فوتبال تماشا کردین فکر کنم و در یوتیوب هم در تیک توک هم در دیگر جو هم و پورا چاهای گیم که از همون حالت ها ثبت شدگی بودن و ثبت شدن و من هم تماشا کردم تو قدر امکان و از همون پارچه ها هم ثبت تماشا کردم، یعنی تماشا کرده است. در حالتی که فوتبالیستی گویم فرانسه یعنی زیق می شود، از کار خود ناراضی می شود، در میدان در بین شیشتگی است، یکی از فوتبالیستانی بگیم که خوب هم باشه و پرزیدنت فرانسه محترم امانوئل ماکرون و در پیش فوتبالیست می آید، پیش فوتبال باز خود می آید و فوتبال باز نه جاش می خیزه نه در روش نگاه میکنه. ماکرون میاد پشتی او را میماله، کتفاش هم میجقه، در پیشش میشینه، چیزی میگش زیق نشه، خسته نشه، دل تیش میکنه و دل برداریش میکنه و از دستی اون میکشن میخیزه میره و اون طرف، یعنی که حتی که نمیگه در پیش ما پرزیدنت کشور من ایستاده است یا که آمد پیش ما، یعنی که غرور و ناموس باز او بگیم که یعنی سیاپوست است، کریچ نیوی است. ببینید انسان قدر خیچ دانستنش هست. انسان یعنی که لسک نبودن، خم نزدن، بگیم که کون نلسیدن، مردک بدن، دستانست و خیچ دانستن که او پرزیدنت باشه و فوتبال بازم. من از کار خود ناراضیم، من پخری نه که اومد که نیومد پیش من، یعنی دوال نیست، او از کاری گویم که خودش یعنی ناراضی است زمان چیزی خودش. اگه تصور کنید در همین حالت فوتبال بازی تاجیک می بوده و بگیم که امام علی رحمان یا رستم امام علی یا که نمیدونم یک کسی دیگر پیش او میفرماد می اومد خیسته رک میستوده، دست در پیش دست او را گپوش گوش کرده، خب اکا تمام اکا جون اگر که خدای نکرد یک گل میزد، اگر من ایرا با پیشوای ملتم بخشیدم گل ما گل از پیشوای ما خیلی سپارتمنت ها زیاد داریم، در روسیه در رینگ برآمده زده از خون پیچ شیده است، گفتی هم گپو غالب شیده است، میگم ما پبیدم نمی چی ما در پیشوا میبخشم مرای می روستای بیناموز. ببین سپارتمنت ببین پرزیدنت میخیزه میویا پیشش روش در نگاه نمیکنه، نمیگه که پیش ما اومدیت نیومدیت چیکو کدیسیت چیکو میکنیت در اینجا اومده دیلتی کده پشتوش مولیده جقیده خسته نشه هیچی گپ نداره که من چمپیونات نبریدم، گفته خسته است. پرزیدنت خسته پیش بازینگر آمده میشینه در برش و بازینگر حتی که نگاه نمیکنه، یعنی که او خفه است، از خودش خفه است، نادرست بازی کرد،
چمپیونات نتونست بگیم که کمکش به دست بیاره خفه است شتستن بعضی ها از مردانگی مسلمانی و نامرد بدن نامسلمان حرف میزنن پس بیاین مقایسه کنیم ما غروری دینی و مردانگی داریم یا که نه یا دارن او غرورا کدامی من داریم همی غرورا مکرون در کوچه میبره بطولکه قطی میزننش یگان که در پیش مکرون رکم ایستاده سلام نمیته دستو در پیش بر که ستاتوس زندگی فرانسه که هر روز تاجیکستان اینجا پول میطلبه 1 میلیون برابر ای تاجیکستان بالا است کسی در پیشش رقص نمیکنه کسی در پیشش رکم نمیسته کسی دخترش نمیبره در پیش او شعرخوانی کنه سرودخوانی کنه کسی دخترش نمیبره در پیش او برقصه کسی موسیقی نمینوازه و کسی صنعتکار در وصف مکرون شعر نمیخونه مکرون تو زوری مکرون تو هستی مکرون تو نجات دهنده مایی مکرون نجات بخشی مایی شعر سرود نمیخونه شاعراش در وصف مکرون شعر نمینویسن پسترین آیلی که میگیری 3000 یورو است 3000 یورو و تاجیکستان 40000 سومانی میشود با تاجیکی 40000 سومانی میشود که دپوتات تاجیکستانی آیلی که نمیگیره دپوتات نچلنیکات نمیگیره یگان ملیسات نمیگیره کوچرو میگیره 3000 یورو کوچرو میگیره 40000 سومانی یگان کس در پیشش رقص نمیکنه یگان کس گفتی هم گپا دنبا نمیجنبونه یگان کس در تای پاش گل نمیچوشه حتی که فوتبالیست پیشش میویه پرزیدنت در برش میشینه فوتبالیست نگاه نمیکنه در روش که در بر ما پرزیدنت شیشتگی است کی غرور داره کی عدالت داره کی مردانگی داره ملاهاش در وصف مکرون دعا نمیخونه ای سر تا بگره در مسجد در سرکف ها برای ملاش هم برای دیگرش هم پخری نه پرزیدنت های وظیفهش اجرا میکنه گرفت وظیفه را تلاش کد اومد دوا اجرا کن اینجا جای رقص بازی و کنجمانی و دختر رقصانی تنیست اینجا جای کار اومدی تلاش کدی دوای گفتی همون گپا کار کرد نمیتونی کار کده جل جایدن تا جمع کرد این گفتی همون گپا جود معلومه که جا میره زروس کی کرابلیوم میگه های که اینجا در کار نیستی کار میکده که آدم زیاده بسیار انسان هایی که میتونه که وطن بخیزونه برای همون مکرون پرزیدنت فرانسه جای خیچه میدونه که جا هست جاش یعنی احترام خیچه در بین مردم میدونه کی را سود کردن چند تا مکرون بقلشکه قطی زدن شتا قطی زدن پاتینکه قطی زدن کدام یک تای همون زندان رفت کدامیش کی زندان شد اگر امام علی پیشت بیوی هم خیلی شیشته باشی نخیزی 25 سال زندان میره که پیشت اومد تا نخیستی گفتم پرزیدنت پیشت اومد تا باید رقم بستی دستو تا پیش بر کنی سر تا تو راستی زون تا خم کنی کونت باید قطعی سرت یه خیل گیز باشه سلام بتی تسلیم کنی هر دیبیلی که او گپ میزنه تا قبول کنی بگوی او سوز گفتی زور گفتی تمام خوب شد پیشوا یا که نمیدونم یک چی را ببری بگوی ما در وصف پیشوا بخشیدمش با در جهان ما مردانگی و غرور درس میتیم مردم که ما غرور اسلامی داریم غرور مسلمانی داریم ما ایکه های بلند ما در پستی نمیزیبه و میخیزین گوتی هم گپو دانتونا پر کده تعریف کنی میکنی فهمیدین که بدانتونا غرور احیا یاد بگیرین ناموس احیا یاد بگیرین
کوچه رو 3000 یورو اویلیک میگیره ای تو ندوال نیاز میگه که دوای اویلیک آورداری تو کمتر است میفهمی نمیره ها اتاپلینیو کار میکنه گاز کار میکنه میمبره میوره مردمش تامین میکنه همش کار میکنه همش در جوش 1 سنت اگر نفت قیمت شوه میبرویا رازبور همه گیرن چی باید سیب قیمت چید در کوچه و نفت میریزن شما چی کار میکنی؟ بچت همه برای زندان میکنه شکرانه پیشوای ملت فرزند همه بران میکشن شکرانه میکنیم که حلال کشتنش مرد در ناموسینگ از کیسینه بخدا ما میخیزیم دنیا را ما غرور درس میتیم ما مسلمانیم ما غرور اسلامی داریم تنگ آغزگ از کیسینه غرور این نمتاشد بخدا پسترین و بدترین گفتی همون گپو چون مترین ملت روی دنیا ما که مویم کن لیسک فقط میرقصیم او گپ زنم ما قرصک میزنیم راست گفتید چیزی که بگن اگه با پرزیدنت ما قرصک باید بزنیم نمیگیم که تو اشتباه کردیستی تو خطا گفتیستی ممکن نیست گپ زدن این چیز نیست دختر مکرون فرزند مکرون خسر بچه مکرون دامادای مکرون خیش تبار قدای مکرون یگون بانک یگون وظیفه دا وزیرن نه میگیرن کو گفتی همون گپو میدونن چون چیکار کنن این طریقه تمام اولاد چه تا فرزندوش در بالای سر تنبور کرده است رقص که کنگیست که بازی که فقط گفتی همون گپو پیشوا بگو کم بجنبون دختر تبرور دخترت کمی کنه بچه تبرور بچت کمی کنه خدت برا گفتی یه ناموسم است بناموسترین خلق مایم بخدا قبول کنه نیره گفتی همون بلاگر که رویش کنه شو برا آمده تماشا کنه خدا نگهبان تو ما سورت چه در جمع مانم